امروز خوشحالم که در خدمت یکی از جوانترین افراد و چهره‌های تلویزیونمون هستم، آقای آریان اقبالی. باعث افتخاری است. خیلی ممنون. ایشون خوش آمد میگم. ممنون. حالا البته خیلی ممنون که اصلا ما پذیرفتین تو برنامه شما بیام. تمنا می‌کنم. خیلی باعث خوشحالی بنده است عرض کنم که آقای آریان اقبالی از مدیران تلویزیون دانش هستن، جزء شیرهولدرها هستن و یکی از شخصیت‌هایی هستن که در واقع نقش چنگانه دارن. یعنی واقعا بدون آریان کار تلویزیون ما لنگ میشه، چه در قسمت کارهای فنیمون، چه در قسمت امور اداری و بازرگانی، چه در قسمت روابط عمومی و برنامه‌های هنری. در تمام این قسمت‌ها آریان یه نقش بسیار مؤثر و سازنده داره و ماشاءالله بسیار پر استعداده. باعث افتخاری است خدمت شما هستم امروز. بیشتر جلوی دوربین بودین قبلا؟ تو بیان سویتی نه، دفعه اولم هست اومدم روی ایر. بیشتر ما پشت صحنه هستیم. بیشتر خیلی خوشحالم که دفعه اولیه که آریان رو پشت سن داریم. خواهش می‌کنم تصویر عوض بکنید پس به حرفای اتاق فرمان ما رو من زوم کرده است. اشکالی نداره. همونطور گفتم دستگاه‌ها تازه است، دستگاه خیلی خوبیه. وقتی که دوستان فنی ما باش آشنا بشن و باش کار بکنن اون وقت خواهید دید که چقدر تصاویر خوبی شما خواهید داشت. به هر حال من امروز از آقای آریان دعوت کردم که در یه برنامه با هم دیگه داشته باشیم تا یه مقدار راجع به تلویزیون با شما صحبت بکنیم و یه مقدار گپ بزنیم، کار تلویزیون رو بهتون معرفی بکنیم. در خدمتتون هستم و بگیم که چه کارایی می‌خوایم بکنیم. اولا همونطور که مشاهده می‌کنید سیستم جدیدمون که عوض شده، سیستم جدیدی که گرفتیم با یکی از کمپانی‌های بزرگ در خارج از کشور روابط صمیمانه‌ای رو به وجود آوردیم که بتونیم همچین سیستمی رو گادر کنیم، پوت توگیدر کنیم. خیلی طول کشید، هم من هم دکتر الکس روش کار کردیم به مدت زیادی و خوشبختانه باعث افتخار ما هست که همچین پروگرام رو بتونیم تقدیم کنیم به بینندگان عزیزمون. یه مقدار بیشتر چند ماه اول افتتاحیه این تلویزیون روی این برنامه داشتیم کار می‌کردیم، ولی همونطور که می‌بینید خدا شکری یه مقدار راه افتاده، ولی خب فرق می‌کنه. کامل سیستمیه که با تلویزیون‌های دیگه فرق می‌کنه. تمام اکویپمنتامون رو باید عوض می‌کردیم، وسایلی که باید می‌گرفتیم سیستم آنالوگ باید میرفت رو دیجیتال و بعضیش حتی به صورت های دفینیشن باید میشد. به خاطر همین یه مقدار طول میکشه و هنوز هم یه مقدار تو قسمت ترینینگ هستن عزیزانمون، عزیزانی که در اتاق فرمان هستن هنوز توی قسمت ترینینگ هستن. ولی خب با همت شما و بقیه مدیر عاملان و بقیه اساتیدی که اینجا زحمت میکشن پوت توگیدر کردیم، تونستیم اینو به صورت خیلی سریعتر از اون که خود اونا توقع داشتن ما با این سیستم یاد بگیریم بریم جلو. این واقعا افتخار چیزی بود که توی این چند ماه اخیر بود. قسمت دوم چنجی رو که تلویزیون موفق شدیم انجام بدیم وبسایتمون هست. قسمت State of Art واقعا ای-کامرس با کمک چند تا از عزیزانی که در قسمت آرت کمک میکنن و همیهنان عزیزمون که توی قسمت پروداکت انجام میدن تونستیم یه رابطه خیلی خوب درست کنیم با تمام منیوفکچرهایی که خود پروداکت رو درست میکنن. با اونا رابطه مستقیم به وجود آوردیم که بتونیم پروداکت رو خیلی مستقیم بدونی که بخواد بره توی مغازه دیگه، بخواد بره جای دیگه که ما از اونها بخریم، به طور مستقیم به ما کمک کنن و به ما تقدیم میکنن. تمام بینندگان عزیزمون این پروداکت های ما رو که از tmshoppingnetwork.com که سایت ما it's recently up and running تازه شروع شده خریداری میکنن متوجه میشن که قیمتی که ما داریم واقعا قیمتش حدود 10 تا 15% پایین‌تر از قیمت‌هایی است که در مغازه‌های دیگه مشاهده می‌کنین. It's a beautiful website. It's still like we're still in the process of دیزاینش هنوز تموم نشده، ولی پروداکت ما it's up and running. میتونن نگاه کنن. TM Shopping Network عزیزان رو دعوت میکنن بیشتر پروداکتامون رو میتونن از همونجا it's واقعا پروسسش رو اگه برین توی وبسایت میبینین که یه مقدار ترتمیز هست، ولی پروداکتی که توش هست حدود over 3000 پروداکت که این پروداکت ها قسمتی که من روش تاکید میکنم موفقیت ما حساب میشه که این پروداکت ها رو ما به طور مستقیم از خود مانیفکتچر، یعنی شما اگه یه ساعت رولکس بگیرین یا یه ساعت کارتیه بگیرین، خود کارتیه مستقیما از دیلرشون برای بینندگان عزیز ما تقدیم میکنن
این یک افتخار دیگه بود که تونستیم، یکی از موفقیت‌های تلویزیون بود که ما تونستیم انجام بدیم. زنده باد. میبینم که نه تنها دوربین خیلی شما رو دوست داره و خوش چهره هستین، خوش کلام هم هستین و خیلی خوب صحبت میکنین. با این رو نخستین بار جلوی صحنه خیلی همچین یواش یواش شما میگین، ممکنه بگید پروگرام شما میگن از شما بگید. چرا که نه جوانا باید همه برنامه‌های بهتر رو بگیرن و جای سالمندار رو بگیرن. نه اختیار شما دور همین کار هستین. ما خوشحال میشیم و نه فقط الان شما تلویزیون ما الان تلویزیون دانش در حال حاضر حتی یک عده دیگر از جوانان رو هم، حالا آقای آریان اقبالی که جزء مدیران هستن ولی چند تا از جوانان رو هم استخدام کردن و حالا یواش یواش شعرهای مختلفی رو روی این صفحه تلویزیون ما و این برنامه خواهید دید. همه جوان هستن و همه ماشاءالله خیلی خوب و فعال و چهرهایی هستن که جزء مجریان خیلی خوب در خواهند اومد. من آیدیای هم من هم آقای الکس پارسینیا هر دو این هست که ببینین هر کسی یه انرژی رو داره. جوانانی هستن که با آیدیای جدید میان، با تفکر، فکرهای جدید، با یه قدرت دیگه هستن و متاسفانه اون اکسپریانس، نالج یا اون به قول معروف نبودن توی فیلد و به خاطر همین خیلی مهمه که اونا میان زیر اساتیدی مثل شما بهشون یاد میدین، توضیح میدین و واقعا ممنونم هستم که یه مقدار کوآپریت میکنین، چون خیلی سخته. کسایی که واقعا نالجش ندارن خیلی صبورانه باشون راه میرین، باشون توضیح میدین، واقعا باعث افتخار ما هستن. این علاقه و عشق منه و هنوز که تازه وارد هستیم کاری نکردیم ولی امیدوارم واقعا در این زمینه بتونم که نقشی هم بازی کنم. عرض کنم که این مال مربوط به بخش بازرگانیمون. بله. شما برنامه‌های مسابقه متعددی هم در دست تهیه دارید. ما یه مقدار فکر می‌کنم خودت هم بهترین مجریش خواهی بود. نه اختیار داری. نه میگن آمریکایی‌ها میگن 24 ساعت is not enough، ولی باور کنید توی این تلویزیون ما 24 ساعت is not enough for us. در عرض در روز همونطور که شما خودتون می‌بینید من از صبح هستم اینجا در تکاپو، یا داریم برنامه‌ها رو جور می‌کنیم یا برنامه‌های جدید میاریم یا به هر حال سعی می‌کنیم یه چیزی رو که قابل و شایق بینندگان عزیزمون باشه بتونیم ارائه کنیم، ولی میدونم که هنوز عقب‌تر هستیم به خاطر چیزی که بتونیم واقعا لایق ایرانی‌های عزیز ما باشه. هنوز فکر نکنم we close there basically. عرض کنم که منم یواشاش دارم احساس می‌کنم که خیلی خوشحالم از اینکه اولا شما اینجور راحت در اولین جلسه دارید صحبت میکنید. از اون خوشحالترم میبینم اینقدر فارسی رو خوب صحبت میکنید، با اینکه بزرگ شده اینجا هستید، در اینجا درس خوندید و از همه مهمتر چقدر توجه دارید به احساسات و روحیه ایرانی‌ها و هنوز همون روحیه رو خود شما هم حفظ کردید. این باعث خوشحالی همه ما ایرانیان هست، به خصوص ما سالمندان که دیگه دوست داریم ببینیم که جوانامون میتوانن که جامعه ایرانی رو در خارج هم به همون شکل سنتی خودش در بعضی زمینه‌ها و همچنین به شکل مدرن خودش حفظ کنند و پیش ببرند و آبروی این جامعه رو در واقع نگهداری بکنن برای نسل‌های بعد از خودشون.